گاهی ما فکر میکنیم برای اینکه زندگیمون بهتر بشه باید شهر عوض بشه، خونمون رو عوض کنیم، کارمون رو عوض کنیم، یا اصلا مهاجرت کنیم و یه کشور دیگه بریم، یا حتی آدم‌های کنارمون عوض بشن. بعد با کلی تلاش و انرژی میرسیم به اون چیزی که دنبالش بودیم. اما عجیب اینه که دوباره برمیگردیم همون نقطه اول، همون حس خالی، همون فشار، همون درد پنهان. تو تجربه اول شاید خیلی آگاه نباشی، رد دردش کمتره، راحت ازش رد میشی و میگی اینم میگذره. اما نه، نمیگذره، فقط شکلش عوض میشه. دوباره همون الگوی تکراری با یه نفر دیگه، توی یه شهر دیگه، توی یه جای دیگه برمیگرده تا دوباره همون حس رو بندازه تو قلبت. حس بی‌ارزشی، حس این که من دوست داشتنی نیستم، من کافی نیستم، من نمیتونم از پسش بر بیام. مهم نیست کجایی، با کی هستی، چی کار میکنی. وقتی الگو درمان نشده باشه مقصد هر بار یکیه، برگشتن به درد قدیمی. اما امروز وقتشه این الگوها رو پیدا کنیم. این اولین قدم تو به سمت آزادیه، به سمت نور، به سمت خودشناسی.